معلمه مهربان در این روز شادی، در این روز مقدس برای کلی کارمندان مؤسسه و کلی باشندگان چه آرزو و چه سخن‌هایی نیک دارد. شاید در کوزه و روزنه زنبور یک است، شم هرچند که زیاد بود ولی نور یک است. سخنان است که از او زنده دل گرم شود، لبی افسرده بیانان و لبی گور یک است. مرحبا جانی برادری که امروز ما شما رو پیدا کرده ایم و شکرانه میکنیم که به این درگاه استراحتی و طبابتی شهر وحدت، استراحتگاهی سابقه داران جنگ و مهنت ما هم پیوسته ایم و برابر این مؤسسه نور اسماعیل جوانی امید نسبت دل و کلان سالان همچون فرزند مهربان می باشد. ای دوست بیا، دوست بیا، دوست بیا، پرسیدن دوست خود هر روز بیا، پرسیدن دوست خود عیب نبود، هر لحظه و هر ساعت و هر روز بیا. چون در این درگاه نداری خیش رو برای آن نفران بیان میکنه که با رقصهای قشنگ، با رقصهای زیبای خود این بزم امروزه ما را باز هم آباد و زیبای و روشن گرداندند و برای رهبر گروه بلبل خوشنوا سرانده جوان و امیدبخش الدین جان برنایان سنستم که بهاری بخزانت در امان باد، سرود تبریکات عاشقان باد. خداوندا تمنایت همیشه الهو هر چی میخواهی همان باد و همان باد و همان باد. در جاده صنعت و زندگی برای بلبل خوشنوا اهلدین جان برنایان بردباری و برای کار خونیم. بی دفتر سردای تر تازه اهلدین جان یک قرصک میزنیم. تشکر زیاد. دوستان در زندگی به دوست بودن مشکل است، دوستان در زندگی به دوست بودن مشکل است، به خیال دوست یک دم غنودن مشکل است. گردی خانه دوستان نانی خود پیدا شوند، دوستان جانی را پیدا نمودن مشکل است. از کسان دل میبری یا بر کسان دل میدهی، لیک از ناکس زمان دل ربودن مشکل است. دوستان گرامی، عزیزان دل و دیده، چون این لحظه برای که ما و شما معلوم است امروز از قدم مبارک یار و دوستان، از قدم مبارک جمع حاضران، از قدم مبارک آن عزیزان دل و دیده که با یک مهر و محبت، با یک صمیمیت خاص انسانی در زندگی قدم‌های پرفیض و پربرکت خود را به مؤسسه دولتی استراحتگاه طبابتی سابقه داران جنگ و مهنت رامد شهر وحدت چشمی گریان عزیزم با عزیزم، کجا میری شتابان عزیزم شیرین جان، مباد چشمی گریان عزیزم با نگاه جان، کجا می شتابی هر دیگه هرگیز نیابی، کجا می شتابی هر دیگه هرگیز نیابی. چشمی گریان عزیزم ما عزیزم، کجا میری شتابان عزیزم شیرین جان، مباد چشمی گریان عزیزم با نگاه جان، کجا می شتابی
کجا میشی تابی آره دیگه هرگز